شام 8 مارس در شهر امستردام هلند در حاشیه جشن نوروزی سازمان تاجیکان این کشور سامانیان مراسم روینامه کتاب وارخ دیوار وطن نیز برگزار شد. این کتاب که مجموعه مقاله ها و شعرها درباره وارخ همچنین سفرگفته ها و مقاله های تاریخی از زبان روسی و انگلیسی را در بر میگیرد، از جانب نشریات عقل سرخ در این کشور اروپا نشر شده است. وارخ دیوار وطن از جانب ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم هلند شاهزاده سمرقندی برای چاپ آماده کرده شده است. در مراسم روینامه کتاب در امستردام سفیر تاجیکستان در بروسل ارکین رحمت الله زاده نیز اشتراک و سخنرانی کرد. ارکین رحمت الله زاده گفت مسئله وارخ برای خود او آشناست چون که خودش زاده امین سرزمین است. جناب رحمت الله زاده از نام سفارت تاجیکستان به شاهزاده سمرقندی برای تهیه این کتاب سپاسنامه سپرد. به نشان قدردانی از زحمت‌های بی‌دریغ شاهزاده سمرقندی، نویسنده، روزنامه‌نگار و محقق شناخته در راه دفاع از منافع حیات کل پرسگویان، تقویت همبستگی و وحدت آنان، اشتراک و تبلیغ بهترین نمونه‌های فرهنگ و تمدن والای ما، این سپاسنامه تقدیم گردید. گفته شده است در سپاسنامه سفارت وارخ با نزدیک قریب 40,000 اهالی جماعتی است که تابع شهر اسفرای ولایت سوخت تاجیکستان در نتیجه تبر تقسیم‌های مرز تاجیکستان و قرقیزستان حال جماعت وارخ از 4 طرف در داخل قلمرو قرقیزستان بند مانده است و یگانه راهش تا دهه خواجه اعلی نزدیکترین دهه واقع در مرز تاجیکستان از قلمرو دهه قرقیزنشین کوکتاش می‌گذرد. هر باری که وضعیت در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بد می شود، ساکنان قرقیزستان یگانه راه به طرف وارخ را می‌بندند و این جماعت در محاصره قرار می‌گیرد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت‌های شهر اسفره و نویه غفورov ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه‌ها رخ می‌دهند. این مناقشه‌ها بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. این خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی جمهوری معاصر آسیای مرکزی دانسته می‌شود.